در عرض برای والورده، امباپه، بلینگام، امباپه و گل باشگاه که در اختیار ستاره سابق فوتبال برزیل و رودریگو. 3 در مقابل 2. پاس برای امباپه، موقعیت برای گل دوم شد، خودشو سریع رسوند به سمت چپ رودریگو و این ضربه رو به زیبایی 2 گل از امباپه. 14مین گل خودش. اون دارن بازی میکنن، یه بار دیگه امباپه تو سر توپش توی دروازه که یه زمان یادش بخیر پپ کار میکرد با تیم. شب تلخی شد برای ماریو مارتین. هرچی که امباپه رو خواهیم دید، چرا که نه. اهمیت هست بلند میفرستم پشت مدافعین، یک سپ پشت مدافعین و توپی که به این ترتیب حالا توپ رو عوض میکنی، ضربه رو به امباپه. فیل فودن بود، یه پا عوض کرد، یه سوت داور امباپه حرکت میکنه، ضربه رو میزنه رودریگو. پاس برای امباپه، تک سر میزنه و تایم هم به لیگ اروپا رسیده، اما الان دیگه گرانادا رفته به لالیگای 2. فرصت برای رودریگو، پاس رو به بیرون، امباپه هتریک میکنه.